میدوزم و به بازار میفروشم، شوهرم از رفتن به بازار، ولی من احساس گناه میکنم. لطفا برایم توضیح دهید مادر گرامی که در چون این سوالات کلش تاجیکستان و روسیه و ازبکستان یا میشنون. مادری که در تاجیکستان هستن خیاطی میکنن، مادر گرامی وقتی که میدوزی به شوهر گناه میکنی. بله این زنای دیندار